خبر بد و شرم‌آور برای تمامی مسلمان‌ها و افغان‌های عزیز در سرتاسر دنیا. مرد افغان 49 ساله پیرمردی عاشق برادرزاده 14 ساله خودش میشه. این مرد پیرمرد مسلمان خرف دختر 14 ساله برادرش رو تحریک میکنه تا این دختر عاشق عموی خودش بشه و با همدیگه ارتباط جنسی برقرار کنن. این خبر در تمامی کشورهای اروپایی پخش شده و الان باعث آبروریزی ما و شما شده. پدر و مادر این دختر هم قصد داشتن که از طریق دادگاه و شکایت و اینها کاری رو برای دخترش انجام بدن. متاسفانه این قضیه الو یکی و صبر دوتا کن. نیست. تو دوباره رفتی پشت چی میگی تو میکروفون بابا؟ بدون اینکه به من خبر نگو که بدی. این افغان نبود الان و مسلمانم نبود. آره این نه افغانه نه مسلمانه، هیچ ربطی هم به اون نه خاورمیانه نداره. بابا، واقعا؟ آره این فرد آلمانی و در آلمان زندگی میکنه و این کار در آلمان هم قانونیه. قیافت اینجوری نکن. یعنی آلمانیه چی؟ قانونیه. آلمانی و قانونی؟ در آره آلمان یعنی این قانونیه قانونیه؟ قانونی. پس چرا من نمیدونستم اینو؟ این که نمیدونستی دیگه مشکل خودته دیگه، مشکل ما نیست. الان بشین دوباره این خب خبر رو از اول الان بگو. من چیکار کنم؟ چگونه این اخبار رو پخش کنم؟ هیچی دیگه، با کلمات آزاداندیشی و روشنفکری کم ماسمالیش میکنی دیگه. میگی یعنی مردم باور میکنن؟ مردم ما که از دست رفتن، ولی مردم خاورمیانه و فارسی زبان اینا همشون اونا باور آبرومون تو میکنن. دنیا چی میشه؟ در کشورهای اروپایی که همش قانونیه، اونا هم با ما همدستن. چی میگی؟ میمونه کشورهای آسیایی و اونا فکر خب میکنن که یعنی ما تو برای خیابون اگه کشورهای پاشو بندازیم آسیایی جریمه و میشه. اونا خیلی زود باورن، فارسی همه چی رو زبان باور میکنن. اینا هستن مردم؟ آره بابا، تازه مردمشون هستن تبلیغ میکنن خب برای خدا ما. رو شکر. همش بعد تو مردم اینستاگرام اونجا و هم باور میکنن دیگه. آره دیگه اونا باور میکنن. خب اونا با چقدر ما احمقن. تو. خب باش، آره من شروع اونا با ما. میکنم تو با ویدیو تو کلمات بگی آزاد از اول. اندیشی و دمت گرم. روشنفکری کم روغن مالیش میکنم ببینم چی میشه. دمت گرم. اوکی شروع میکنیم. خب 1 2 3. آزاد اندیشی و روشنفکری این نیست که ما فقط زندگی راحتی داشته باشیم، بلکه ما باید اجازه بدیم که دیگران هر کاری دلشون بخواد انجام بدن و راحت باشن. دختر 14 ساله‌ای که عاشق عموی 49 ساله‌اش میشه، این داستان رمانتیک در دنیا پخش میشه. با اینکه این دختر 14 ساله از طرف خانواده‌اش واقعاً اذیت میشه به خاطر این عشق خودش به عموش، اما باز هم در سن 16 سالگی با عموش ازدواج میکنه و امروز صاحب 3 فرزند هستش. قانون حساسی بشردوستانه آلمان هم این کار رو کاملا قانونی میدانند و هیچ عیبی در اون نیست. ای مردم آزاد اندیش و روشنفکر اروپا، شاید 10 سال دیگه این روز رو به خاطر این دو عاشق و معشوق ما به اسم ولنتاین یا به اسم چیز دیگری جشن بگیریم. آفرین، یعنی زدی تو خال. عالی بود نه؟ آره واقعا، یعنی مردم جوری که خودم واقعا هم باور باور کردم. میکنن. آره آره وقتی من باور باش. کردم مردم هم باور میکنن. دمت گرم.